سلام احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به چنل اسمارت ورک. من مرزام و توی کانالم بهترین روش‌های کسب درآمد دلاری روز دنیا را همراه با اثبات برداشتی براتون میذارم. بچه‌ها امشب میخوام دو تا بخش خیلی مهم ما توی صرافی BYD بهتون آموزش بدم، اونم با جزئیات، تا شما اگر هیچ دانشی در زمینه ترید کردن و ارزهای دیجیتال ندارید، از طریق این دو تا بخش میتونید درآمد خیلی بالایی یا به دست بیارید. پس این ویدیو خیلی مهم هستش و بهتون پیشنهاد میکنم اصلا و ابدا از دستش ندید. اما قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، برای حمایت کردن از من این ویدیو را لایک کنید و برای دوستای خودتون هم بفرستید و اگر تازه با چنل اسمارت ورک آشنا شدید حتما از طریق پایین صفحه روی گزینه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کنید تا ویدیوهای جدیدی که براتون میذارم شما اولین نفری باشید که اون ویدیو را میبینید. و لینک ورود به صرافی هم توی چنل تلگرام و توی کامنت اول همین ویدیو برای شما پین کردم که شما بعد از اینکه روی لینک کلیک میکنید وارد صرافی BYD میشید. اگر قبلا داخل این صرافی ثبت نام نکردید و ویدیوی اول این پلتفرم رو ندیدید، من لینک ویدیوی اول این پلتفرم این بالای صفحه برای شما پین میکنم و میتونید بیاید و ابتدا اون ویدیو را ببینید تا با نحوه ثبت نام کردن و دریافت بونوس‌ها آشنا بشید. اما بعد از اینکه وارد حساب کاربریتون داخل صرافی BYD شدید، اینجا فقط کافیه بیایید و وارد بخش کپی تریدینگ بشید از طریق صفحه اصلی و همونطور که دارید می‌بینید توی این قسمت دو تا بخش مختلف برای شما گذاشته. یک گزینه تاپ تریدر هستش و گزینه بعدی هم آل تریدر. قسمت تاپ تریدر یعنی تریدرهای برتر این پلتفرم و گزینه بعدی هم قسمت آل تریدر یعنی تمام تریدرهایی که توی این صرافی وجود دارن. و در اصل اگر بخوام قسمت کپی تریدینگ رو به صورت خلاصه و به زبان عامیانه بهتون بگم، یعنی شما میایید و توی دنیای ارز دیجیتال پاتون رو توی جاپای فرد دیگه قرار میدید و به این صورت شما دیگه درصد خطاتون توی ترید ها میاد پایین تر و در نتیجه سود بالاتری ها میتونید از طریق ترید به دست بیارید و نحوه کار کردنش هم به این شکل هستش. ابتدا شما فقط کافیه برگردید توی صفحه اول و میایید و پایین صفحه روی گزینه اسس کلیک میکنید. اینجا میایید و بالای صفحه روی قسمت ترانسفر کلیک میکنید و میایید و گزینه اول روی گزینه و قسمت اثبات قرار میدید و گزینه دومی هم که براتون گذاشته رو روی گزینه کپی قرار میدید. حالا شما میتونید بیاید و توی این قسمت مثلا مبلغ که میخواید وارد بخش کپی تریدینگ کنید و توی این قسمت انتخاب کنید و بعد از اینکه پایین صفحه روی گزینه ترانسفر کلیک کردید میبینید که اون مبلغ که شما انتخاب کرده بودید را انتقال میده به بخش کپی تریدینگ. حالا میتونید بیاید و پایین صفحه روی گزینه هوم کلیک کنید و بعد از اینکه بالای صفحه وارد بخش کپی تریدینگ شدید حالا میتونید بیاید و فعالیت خودتون داخل این قسمت شروع کنید و توی این قسمت هم شما میتونید بیاید و از گزینه تاپ تریدرهای برتری که توی 7 روز گذشته تونستن بیشترین درصد سودا به دست بیارن رو ببینید و اینجا میتونید بیاید و مثلا روی پروفایلشون که کلیک کنید و خب من زبان این پلتفرم فارسی کردم تا قسمت‌های مختلف این پلتفرم زمانی که بهتون نشون میدم بهتر متوجه بشید. برای مثال توی این قسمت شما میتونید بیاید و کل معاملاتی که این کاربر انجام داده و درصد سودی که تونسته به دست بیاره رو به صورت کامل ببینید و کم که توی این قسمت بیایید پایینتر از بخش نمودار، اینجا میتونید ببینید که چی میزان درآمدی یا تونسته از طریق این تریدها به دست بیاره که برای مثال توی 7 روز گذشته تقریبا $7000 تونسته از طریق تریدهایی که انجام داده سود دریافت کنه و بیشترم روی این ارزهای دیجیتال و این جفت ارزها فعالیت میکرده. شما اگر بیایید و سمت چپ روی گزینه فالوورها یا همون دنبال کنندگان کلیک کنید، از طریق این قسمت میتونید ببینید که مثلا کاربرهایی که اومدن و این کاربر رو دنبال کردن و به عنوان کاربر کپی تریدینگ ازش استفاده میکنن تونستن سود به دست بیارن و مقدار سودی که تونستن به دست بیارن چه میزان هستش. برای مثال همونطور که دارید ببینید نفر اول توی این قسمت که این کاربر رو دنبال کرده تونسته با سرمایه تقریبا $600 $100 توی این هفته سود کنه، یا کاربرهای دیگه که با مبالغ مختلف داخل این قسمت شرکت کردن و سود تونستن به دست بیارن. و برای شروع کار ابتدا میایید و بالای صفحه روی گزینه کپی کلیک میکنید و توی این قسمت شما میتونید بیاید یه سری تنظیمات کپی تریدینگ رو به دلخواه خودتون شخصی
سازی کنید. برای مثال روی این گزینه کلیک میکنید و میتونید بیاید یه سری تنظیمات پیشرفته را توی این قسمت به دلخواه خودتون انتخاب کنید. اما من میذارم روی تنظیمات عمومی و توی این قسمت فقط کافیه مقدار سرمایه که دلم میخواد قرار بدم و وارد کنم. البته شما میتونید بیاید و به صورت دستی هم هر مبلغ که دلتون خواست توی این گزینه وارد کنید و اما حداقل مبلغ که میتونید وارد کنید مبلغ $10 هستش. و بعد از اینکه پایین صفحه روی این گزینه کلیک کردید میبینید که میاد و روی این ارزهای دیجیتالی که براتون گذاشته سرمایه گذاری میکنه و برای تایید کردن ابتدا میایید و پایین صفحه روی گزینه تایید کلیک میکنید و میبینید که از الان به بعد شما این کاربر رو دنبال میکنید و به صورت خودکار هر تریدی که انجام میده و هر پوزیشنی که باز میکنه این پلتفرم میاد و برای شما هم دقیقا همون کار رو انجام میده و سودی که به دست میاره رو مستقیم واریز میکنه به حسابتون. و برای اینکه سود خودتون رو ببینید فقط کافیه بیایید و بالای صفحه روی گزینه کپی تریدینگ من کلیک کنید و توی این قسمت کپی ترید هایی که انجام دادید و برای شما گذاشته و هر وقت که دلتون خواست اینجا میتونید بیایید روی گزینه لغو کلیک کنید و میبینید که سرمایه که گذاشتید با سودش واریز میکنه به حسابتون و دیگه اون کاربر را واسه کپی ترید کردن دنبال نمیکنید و دقیقاً به همین راحتی شما میتونید بیاید و داخل قسمت کپی تریدینگ فعالیت کنید. اما اگر برگردید توی صفحه قبلی و اگر دانشی توی زمینه ترید کردن دارید اینجا میتونید بیاید روی گزینه درخواست دهید یا همون ریکویست کلیک کنید و میتونید بیاید و بعد از اینکه احراز هویت خودتون رو تکمیل کردید بیاید و به عنوان یک کاربر کپی تریدینگ ثبت نام کنید تا افراد مختلف بیان و شما رو دنبال کنن و با ترید هایی که انجام میدید اونا هم سود دریافت کنن. اما اگر برگردیم توی صفحه قبلی قسمت بعدی که باهاش کار داریم شما اگر اینجا بیایید روی گزینه دمو تریدینگ یا گزینه تجارت نسخه نمایشی کلیک کنید میبینید که وارد نسخه نمایشی این پلتفرم میشید و مبلغ $50,000 رو به عنوان بونوس ترید کردن بهتون میده که میتونید بیاید و مثلا اگر تازه ترید کردن رو شروع کردید توی این قسمت با این $50,000 که نمایشی هستش بیایید و معاملات مختلف و واسه خودتون باز کنید و پوزیشن های خودتون رو امتحان کنید و مثلا اگر استراتژی دارید توی این قسمت تستش کنید و ببینید که آیا سودده هستش یا زیانده و به همین راحتی میتونید بیایید و داخل این قسمت هم فعالیت کنید. و این گزینه دمو تریدینگ اصلا هیچ تفاوتی با گزینه فیوچرز نداره و دقیقاً میتونید بیایید و تمام کارهایی که توی گزینه فیوچرز انجام میدید توی این قسمت هم انجام بدید. و اگرم برگردیم توی صفحه قبلی نحوه برداشت کردن هم توی ویدیوی اول بهتون آموزش دادم اما دوباره توی این ویدیو هم بهتون آموزش میدم. شما بعد از اینکه داخل قسمت کپی تریدینگ تونستید سود به دست بیارید باید بیاید و وارد قسمت اسس بشید و روی گزینه انتقال یا همون ترانسفر کلیک میکنید. گزینه اول رو گزینه کپی ترید انتخاب میکنید و گزینه بعدی هم گزینه اثبات ها انتخاب میکنید و توی این قسمت میایید و مبلغ که میخواید انتقال بدید به بخش اثبات خودتون رو انتخاب کنید و بعد از اینکه روی گزینه انتقال کلیک کردید میبینید که سرمایه که شما داخل حسابتون داشتید رو انتقال میده به بخش اثبات و الان اگر بیایید روی گزینه برداشت کلیک کنید و بیایید ارز دیجیتال USDT ها انتخاب کنید به راحتی میتونید بیایید روی شبکه‌های مختلف اون ارز دیجیتال رو از حسابتون برداشت کنید. اما پیشنهادی که بهتون دارم این هستش که صرافی BYD یا حتما جدی بگیرید چون یکی از برترین صرافی‌های ارز دیجیتال هستش که امکانات خیلی زیادی داره و بونوس‌های خیلی زیادی رو به کاربرای خودش میده. و در کل پیشنهادی که بهتون دارم این هستش که حتما اگر میخواید صرافی یا به عنوان صرافی واسط یا صرافی یا واسه ترید کردن انتخاب کنید حتما به صرافی BYD سر بزنید. بهتون قول میدم که پشیمون نشید. و در انتهای ویدیو اگرم میخواید از طریق گوشی و موبایلتون با استفاده از بازی کردن درآمدهای خیلی خوبی رو به دست بیارید به هیچ عنوان ویدیویی که سمت چپ صفحه براتون گذاشتم از دستش ندید. و مثل همیشه دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید و تا ویدیو بعدی موفق و پرسود باشید. دمتون گرم. خدافظ.